در قسمت 94 سریال خواهران و برادران میبینیم که تولگا بعد از اون که یاسمین در کلاس درس رو به همه اعتراف میکنه که عاشق تولگاست و اون نامه رو برای دروک ننوشته و در واقع برای تولگا نوشته، به یاسمین زنگ میزنه و با هم قرار گذاشته تا در این باره صحبت کنن. یاسمین به خیال اینکه تولگا جوگیر شده حسابی کلافه میشه، اما مجبوره به سر قرار بره. سر قرار تولگا ابتدا خودشو به کوچه علی چپ زده و طوری وانمود میکنه که انگار عاشق یاسمینه و از پیش اومدن این رابطه حسابی خوشحاله و سعی داره هر طور که شده رابطه عاشقانه‌شون رو شروع کنه. اما خیلی طول نمیکشه که تولگا رو به یاسمین کرده و اعلام میکنه من احمق نیستم و از همون ابتدا میدونستم که تو نامه رو برای دروک نوشتی و تو عاشق دروک هستی، اما من الکی نقش بازی کردم و طوری وانمود کردم که انگار حسابی از این اتفاق ذوق زده شدم و منم عاشق تو هستم. یاسمین که از این کار تولگا شوکه شده از اون میپرسه که چرا این فداکاری رو در حق اون انجام داده و تولگا هم داستان عاشقی خودش نسبت به آیبیکه رو تعریف میکنه و برای یاسمین شرح میده که عاشق آیبیکه بوده و میخواسته به اون پیشنهاد بده، اما در لحظه آخر برک و آیبیکه دوباره با هم رل زدن و اونم تمام ماجرای عاشقانه رو فراموش کرده و دیگه هیچ حسی نسبت به آیبیکه نداره. بعد از اون تولگا رو به یاسمین اعلام میکنه که عشق آیبیکه منو تا مرز فروپاشی و نابودی برد و من این کارو کردم که تا تو مثل من نشی و عشق دروک تو رو نابود نکنه و بهتر دست از سر دروک و آسیه برداری، چرا که اونا واقعا همدیگر رو دوست دارن و برای آیندهشون برنامه‌های زیادی ریختن. یاسمین تحت تاثیر حرفای تولگا قرار گرفته و حسابی با اون صمیمی شده و مشغول گپ و گفت با هم میشن و به این ترتیب اولین نشونه های عشق و عاشقی بین یاسمین و تولگا شعله‌ور شده و احتمالاً در فصل 4 شاهد عشق بین تولگا و یاسمین خواهیم بود.